نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین و خیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای عزیزی که در صنف هستین همتان خوب هستین؟ بخیر آمدین به صنف؟ بله. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه. ما در مضمون فیزیک در صنف هشتم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را از فصل جدید میخوانیم. قرار است که با یک موضوع جدید در علم فیزیک آشنا شویم. پس از همین ابتدا قلم و کتابچه پیشتان حاضر و آماده باشند. نکات مهم و اساسی درس را یادداشت کنید. جایی که براتون سوال ایجاد میشه سوالاتتان را از من بپرسین. شاگردای عزیز، در درس های قبلی یا در فصل قبلی ما در مورد مغناطیس خواندیم. فهمیدیم که مغناطیس میتونه دارای اشکال متفاوتی باشه، میتونه به شکل میله‌ای باشه، به شکل یو مانند باشه، به شکل دایروی و یا گرد باشه. اما در تمام مغناطیس ها به هر شکلی که موجود باشن قطب شمال و قطب جنوب موجود می باشه. قطب شمال را به حرف N نشان داده میشه یا نشان میتیم، حرف N بزرگ انگلیسی، زبان انگلیسی، و قطب جنوب را به حرف S نشان میدن. معمولا مغناطیس ها میتونن به دو دسته اساسی تقسیم شوند: مغناطیس های طبیعی و مصنوعی. مغناطیس های طبیعی مغناطیس هایی هستند که در طبیعت وجود دارند و میتونن از طبیعت، از نقاط مختلف کره زمین کشف شوند و خاصیت مغناطیسی را داشته باشند، یعنی ذرات فلزی را به طرف خود جذب کنند. اما مغناطیس های مصنوعی مغناطیس هایی هستند که توسط بشر ایجاد میشه. همون قسمی که روز قبلی هم یک فعالیت را با هم دیگه کار کردیم و فهمیدیم که ما میتونیم یک مغناطیس مصنوعی را خود ما هم ایجاد کنیم. با چه شکلی؟ اگر یک میخ فلزی داشته باشیم، یک مقدار سیم داشته باشیم، سیمی که بدون پوش باشه، و یک بطری داشته باشیم، ما میتونیم یک مغناطیس مصنوعی را ایجاد کنیم. با چه شکلی میتونیم مغناطیس مصنوعی را ایجاد کنیم؟ طوری که سیم را به اطراف میخ فلزی میپیچانیم و حلقه ها را به اطراف میخ فلزی توسط سیم ایجاد میکنیم. دو نهایت سیم را به دو قطب مثبت و منفی بطری وصل میسازیم. در نتیجه بعد از مدت زمانی میبینیم که میخ و سیم فلزی هر دویشان به آهنربا تبدیل میشن. آهنربا یا مغناطیسی که قابلیت جذب فلزات را به خود داره و میتونه فلزات مختلفی را با اشکال و اجسام مختلف جذب کنه. قدرت و شدت آهنربای برقی معمولا به سه جزء بسیار اساسی ارتباط داره یا مرتبط به سه جزء بسیار اساسی می باشه. اول به شدت برقی که از همین سیم پیچ عبور داده میشه، دوم به تعداد حلقه هایی که به اطراف میخ توسط سیم ایجاد میشه، و سوم به نوعیت خود میخ ربط داره. و از همه مهمتر آهنربای برقی زمان ایجاد میشه که ما از یک سیم پیچ یا کوایل جریان برق را عبور بدیم. شاگردای عزیز، در مورد خطوط ساحه مغناطیسی هم فهمیدیم که مغناطیس در اطراف خود یک ساحه را ایجاد میکنه که در همین ساحه یک مقدار قوه ایجاد میشه، یک مقدار قوه بالای فلزات وارد میشه و همین ساحه اطراف مغناطیس را به نام ساحه مغناطیسی یاد میکنن. معمولا قوه مغناطیسی و یا شدت ساحه مغناطیسی در دو قطب مغناطیس بیشتر میباشه. اگر ما در دو قطب مغناطیس و یا در اطراف یک مغناطیس مقداری براده آهن بندازیم، میبینیم که براده های آهن به طرف مغناطیس استقامت های معین و مشخصی را میگیرن و یا استقامت های معین و مشخصی را اختیار میکنن. و از همه مهمتر این که در دو قطب مغناطیس تراکم براده های آهن بیشتر میباشه، براده آهن بیشتر تجمع میکنن و نشان دهنده ای هست که شدت و قدرت ساحه مغناطیسی در دو قطب مغناطیس بیشتر میباشه. و هر قدری که از مغناطیس دور شده بریم، ساحه مغناطیسی یا قوه‌ای که در ساحه مغناطیسی بالای فلزات وارد میشه کمتر میشه و براده های آهن را میبینیم که شکلشان پراکنده میشه و استقامت معینی را که در قسمت های نزدیک و اطراف مغناطیس دارن از دست میدن و پراکنده میشن. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید.
شاگردای عزیز، امروز در مورد یک موضوع جدید با هم دیگه صحبت میکنیم. عنوان درس امروز ما عبارت از چارج برقی هست و این درس ما شامل صفحه 46 و 47 کتاب فیزیکتان هست. قلم و کتابچه پیشتان باشه، نکات اساسی درس را یادداشت کنید. شاگردای عزیز، شما در صنف پنجم هم در مورد برق ساکن کمی خواندین و میفهمین که برق ساکن به چه نوع برقی گفته میشه. و همین قسم در صنف هفتم در مورد ساختمان اتم خواندین، فهمیدیم که تمام اشیایی که در اطراف ما وجود داره متشکل از ذرات بسیار کوچک می باشه که این ذرات عبارت از اتم ها و مولکول ها است. و اگر بخوایم یک مرور کوتاهی روی همین مسئله داشته باشیم و ما براتون دوباره این گپ را تکرار کنم تا به یادتان بیایه، این است که تمام اشیایی که در اطراف ما وجود داره، هر جسمی که در اطراف ما وجود داره، از ذرات کوچک ساخته شده که این ذرات کوچک عبارت از اتم ها می باشه. معمولا اتم ها از دو بخش بسیار اساسی تشکیل شدن: هسته اتم که در قسمت مرکزی اتم قرار داره و مدارهای اتم که در قسمت اطراف هسته موجود می باشند. در اتم معمولا 3 ذره بسیار مهم و اساسی میتونه موجود باشه. ذره اولی که در اتم میتونه موجود باشه در هسته اتم وجود داره و عبارت از پروتون می باشه. پروتون ذره‌ای هست که در هسته اتم قرار داره و دارای چارج برقی مثبت هست. ذره بعدی را که میخوایم بفهمیم در اتم وجود داره عبارت از نیوترون ها هست که نیوترون ها هم ذراتی هستند که در هسته اتم موقعیت داره و بدون چارج هستند یا خنثی هستند. ذره سومی که در اتم وجود داره عبارت از الکترون ها است. الکترون ها در مدارها در اطراف هسته اتم در حال حرکت و چرخش می باشه. به شکل کلی میتونم بگویم که 3 نوع ذره در یک اتم میتونه موجود باشه: پروتون ها که در هسته اتم وجود داره و دارای چارج مثبت هست، نیوترون ها که باز هم در هسته اتم وجود داره و بدون چارج هستند، و الکترون ها که در مدارها در اطراف هسته یک اتم در حال حرکت و چرخش هستند و دارای چارج منفی می باشه. معمولا در حالت عادی تعداد پروتون ها و تعداد الکترون ها با همدیگه مساوی می باشه و همین مساوی بودن تعداد پروتون و الکترون باعث شده که مواد و ذراتی که در اطراف ما وجود داشته باشند در حالت خنثی و یا بدون چارج برقی باشند. زمانی که شما کتابچه‌تان را میگیرین، قلمتان را میگیرین، به میز و یا چوکی که روش قرار دارین دست میزنید و یا هر چیزی که در اطرافتان وجود داره لمس میکنید یا به دستتان میگیرین، شما احساس نمیکنید که این ذرات یا این اشیا دارای چارج برقی باشه، در حالی که تمام این موادی که در اطراف ما وجود داره دارای پروتون ها و الکترون ها می باشند که پروتون دارای چارج مثبت، الکترون دارای چارج منفی هست. یک کاغذی که شما تکه تکه او را ساختین، به همین ذرات کوچک کاغذ نزدیک کنید، میبینید که ذرات کوچک کاغذ توسط شانه پلاستیکی جذب میشن. علت ای که شانه پلاستیکی چارج دار شده چی هست؟ زمانی که شما شانه پلاستیکی را بالای پارچه پشمی حرکت دادین و یا بهتر بگم شانه پلاستیکی را بر روی پارچه پشمی مالش دادین، در اثر همین حرکت شانه پلاستیکی بالای پارچه پشمی الکترون ها تبادله شد. از اثر چارج دار شدن همین شانه پلاستیکی هست که ذرات کاغذ یا تکه های کاغذ به طرف شانه پلاستیکی جذب شده. یعنی در اثر حرکت شانه پلاستیکی روی پارچه پشمی، شانه پلاستیکی چارج دار میشه. یعنی تبادله الکترون ها صورت گرفته، باختن و گرفته شدن الکترون ها صورت گرفته، شانه پلاستیکی چارج دار شده و به اثر چارج دار شدن شانه پلاستیکی ذرات کاغذ یا تکه های کاغذ به طرف شانه پلاستیکی جذب شده و به همین عملیه یا به همین چارج دار شدن بعضی از ذرات که در اثر باختن و گرفته شدن الکترون ها صورت میگیره، ما میتونیم بگیم که برق ساکن. خب شاگردای عزیز، مسئله دیگه که در درس امروز ما وجود داره این هست که
اجسامی که چارج دار میشن، همون قسمی که دیدیم شانه پلاستیکی چارج دار شده، اجسامی که چارج دار میشن میتونن که بعضی از ذرات کوچک و سبکتر را جذب کنن. خب بیایم برگردیم به مسئله اصلی ما که عبارت از برق ساکن هست. ما در درس امروز میخوایم در مورد برق ساکن بفهمیم. برق ساکن در حقیقت همین برقی هست یا همین چارجی هست که بر روی شانه پلاستیکی ایجاد شده و باعث شده که تکه های کاغذ توسط شانه پلاستیکی جذب شود. زمانی که یک جسم در اثر تماس و یا در اثر مالش با اجسام دیگه الکترون میبازه و یا الکترون میگیره، در این جسم یک مقدار برق ساکن ایجاد میشه. همون قسمی که در مثال دیدیم و فهمیدیم که بر روی شانه پلاستیکی یک مقدار برق ساکن ایجاد شده و باعث شده که تکه های کاغذ به همین شانه پلاستیکی بچسبه و یا جذب شود. در اثر تماس شانه پلاستیکی با پارچه پشمی بود که این عملیه صورت گرفت. شاگرد عزیزی بود از درس امروز ما. امیدوار هستم که با مفهوم برق ساکن، با چارج دار شدن اجسام و همین قسم با اجزای تشکیل دهنده اتم آشنا شده باشین، فهمیده باشین که در حالت عادی چرا اجسام خنثی هستند، چون که چارج مثبت و منفیشان برابر هست، و همین قسم فهمیده باشین که برق ساکن چگونه ایجاد میشه. در اثر تماس و یا مالش یک جسم بالای جسم دیگه تبادله الکترون ها صورت میگیره، الکترون ها باخته و یا گرفته میشه و در نتیجه برق ساکن روی اجسام ایجاد میشه و در اثر همین ایجاد شدن برق ساکن روی اجسام هست که اجسام میتونن ذرات کوچک و ذرات سبکتر را جذب کنن. ما در درس امروز دوباره به شما دو سوال را به حیث کارخانگی دارم. کارخانگی اولتان این هست که میگین ذرات تشکیل دهنده اتم ها کدام ها است و هر کدامشان را جدا جدا و مفصل تشریح میکنید. و سوال دومتان این است که برق ساکن را تعریف میکنید و یک مثال را بدون مثال هایی که در صنف یاد کردیم در کتابچه هایتان نوشته میکنید، روز بعدی به صنف میارین. درس ها را هم تکرار کنید، جایی که براتون سوال ایجاد میشه حتما از ما بپرسید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.